بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، حدیث در صحیح ما مسلم است 197 رقم. پیامبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم می فرماید: آتی باب الجنة یوم القیامة فاستفتح. پیشی دروازه بهشت می آیم روز قیامت و طلبی کشادن دروازه بهشت می کنم. فیقول الخازن، پس خازن فرشته بهشت می فرماید: من انت، تو کیستی؟ فاقول، پس می گویم که محمد صلی الله علیه و سلم. فیقول، پس می گوید فرشته بهشت: بك امرت لا افتح لاحد قبلك. امر کرده شدم که نکشایم در بهشت مگر امر کرده شدم که نکشایم برای یگان کس پیش از تو بهشت مگر برای تو، یعنی تنها برای تو. هیچ کس پیش از تو دروازش کشاده نشده است و بهشت آمده است غیر تو، که یکم نفری هستی که وارد بهشت میشوی. یعنی این یک فضیلت بزرگی است برای پیامبری بزرگوارمان صلی الله علیه و سلم که بهشت می دراید. همه خیلی دیگر حدیث در امام ترمذی است. پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا تكثر الكلام بغیر ذکر الله. سخنی بیهوده به ذکر الله بسیار نزنید. سخنی بیهوده به ذکر الله، به یاد الله بسیار نزنید. فإن كثرة الكلام بغیر ذکر الله تعالی قسوة للقلب. هر آینه سخنی بسیار زدن که در اون ذکر الله نباشد، پس او انسان به چی میبرد؟ به سنگدلی. دلش سنگ میشود، دیگر ای چیزی را تأثیر نمیکند. و این ابعد الناس من الله القلب القاسی. و دورترین مردمان از الله که هایند آنی که دل او سنگ است.